سلام به همه دوستان، خوش اومدیم به اولین ویدیو این کانال. من احسان هستم، معامله‌گر، تحلیلگر و محقق بازارهای مالی. اینجا قرار قدم به قدم و به شکلی ساده و قابل درک شما رو با دنیای جذاب ترید در بازارهای مالی نظیر فارکس، سهام آمریکا، کریپتوکارنسی آشنا کنم. اگر جزء افراد تازه کار هستین احتمالاً با یه سری سوال و مشکل مواجه شدین. مثلا از کجا باید شروع کنم؟ چطور میشه حرکت قیمت رو تحلیل کرد؟ یا چطور میشه جلوی ضررهای سنگین رو گرفت؟ اینا سوالایی هستن که برای همه تریدرهای تازه کار پیش میاد. پس شما تنها نیستین. در این کانال آموزشی قرار همه این چالش ها رو بررسی کنم. از اصول اولیه شروع میشه تا جایی که تحلیل بازار رو به درستی یاد بگیرین. چطور یه استراتژی مناسب برای خودتون پیدا کنید و البته چطور ریسک رو مدیریت کنید تا بتونید بدون نگرانی از دست دادن کل سرمایه ترید کنید. در خصوص شاخصهای برتر بازار باهاتون صحبت میکنم، اینکه کدوما مهمه، کدوما به درد نمیخوره و کدوم رو شما دارین اشتباه استفاده میکنید. هر استراتژی که تا به امروز در موردش شنیدین رو من بررسی میکنم و بهتون میگم چطور به شکلی درست و شیوه درست روی چارت پیادهش کنید. امیدوارم این مسیر رو با هم با انرژی شروع کنیم و در نهایت تبدیل به یک دی تریدر موفق و آگاه در بازار فارکس یا دیگر بازارها بشید. بنابراین اگر قصد دارین تبدیل به یک دی تریدر موفق بشین، حتما ویدیوهایی که توی کانال میذارم رو ببینید. اگر براتون مفید واقع شد، سابسکرایب فراموش نشه. ارادت.